در تالار ورزشی مؤسسه دولتی مکتب ورزشی دهه درفشان نوحه جبار رسولوف مسابقه جمهوری عاید به گشتین کمربندی از روی نمود طرز آزاد برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی که با تشبث فدراسیون گشتین کمربندی جمهوری تاجیکستان و دستگیری کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردید، 71 نفر گشتینگیرانی از 13 تا 15 ساله از منطقه‌های گوناگون کشور اشتراک و مهارت سنجی کردند. در این چهاربینی ورزشی که دو روز ادامه یافت، گشتینگیران در وزن‌های از 45 تا بیش از 95 کیلوگرم زورآزمایی کردند. مسابقه جمهوری عاید به گشتین کمربندی در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته، ورزشکاران نورس و جوان میدانداری کردند. مورد به ذکر است که گشتین کمربندی یکی از نمودهای ورزش است که در کشور ما از جمله در ولایت سوخت محبوبیت زیاد دارد. امسال ما ورزشکاران گشتین کمربندی در جمهوری ازبکستان چمپیونات جهان بین نورسان برگزار گشت که با 3 مدال ورزشکاران جمهوری تاجیکستان سزاوار گشتند و همچنین گفتنی باعث است که در شهر مسکو فدراسیون روسیه جام جهان برگزار گشت که ورزشکاران ما خیلی با یک مهارت بلند اشتراک نموده جایهای نمایان را سزاوار گشتند. در آینده ما تصمیم گرفتیم که به نزدیکی در عربستان سعودی چمپیونات جهان بین کلانسالان برگزار می‌گردد که ما خوب آمادگی دیده ایستادیم که در آنجا اشتراک نموده فعالانه پرچم تاجیکستان عزیزمان را بلند برداریم. مورد به ذکر است که سال جاری دستپروران فدراسیون گشتین کمربندی تاجیکستان در چمپیونات جهان عاید به این نمود بین نورسان که در فدراسیون روسیه برگزار شد و گرفتن یک مدال طلا و 3 برنجی نایل شده در هیئت دستوی صاحب مقام سوم شدند. همچنین سال جاری در فدراسیون روسیه جام جهان عاید به این نمود ورزش برگزار شد که ورزشکاران کشور ما با گرفتن 2 مدال طلا و 3 برنجی سزاوار گردیدند. دسته منتخب تاجیکستان عاید به گشتین کمربندی عین زمان به چمپیونات جهان عاید به این نمود ورزش بین کلانسالان که ماه آگوست در عربستان سعودی برگزار می شود آمادگی دیده ایستاده است.